الو. السلام علیکم. و علیکم السلام. اخیرا زنگ داد انشالله. برادر در پخش مستقیم ما خیلی از صحبت کردیم، فکر میکنم زیادی بد شد. اخیرا آدم انشالله اوید موضوع فکر نظرت میخوایم بشنویم. بله بله اوید موضوع چند گفتنی رو دارم. آخه نمیدونم اوید موضوع هست نیست. یکی گفتنی من همین است که برادر شما باید با همراهی در برنامه هاتون، در برنامه های گروه 24 حق و باطل با صدای مردم، در آها. همه برنامه شما باید محمد اقبال صدری را مقصد جیغ بزنین، صحبت کنین. مقصد شما باید همتون یک شبین وقتی که شما مقصد محمد اقبال و اگر یک نشیم لیکن چی؟ کبیر. بله بله. میگم اگر یک نشیم چی میشود؟ چی گپ میشود؟ ما هممون گروه 24 حزب نهضت اسلام میخواه که رژیم رحمان از بین بروه. اما با راه های فقط گوناگون، هر کار راهش هر خیلی. هممون یک جا که شویم، مقصد گروه 24 حزب نهضت، پیمانی ملی و دیگر همش که یک جا یکی شد، مقصد پکا همین رژیم که از بین برد. بعد همین رژیم که از بین رفت، بعد همه برنامه خچه بگیره. مقصد کدام که برید، مقصد کدام خلق کدام را که دستگیری کرد. خب برادر، پیشنهادت خیلی بگیم که یعنی خیلی بسیار خوبه. میتونی که همه را بگیری بیاری پیش من. آخه شما صحبت کردن در قطعی استادا، مثلا قطعی با همراهی خیلی نه اینا بیا اینا با فکر اینا خودت یک صدرالدین شخصی. در برنامه هاتون باید در برنامه های وایو شما مثلا باید زنگ بزنین، یک چند پیشنهاد کنین و در برنامه های شما باید وایو زنگ بزنن، یک اون پیشنهاد کنن در اینا برنامه های ما حق و باطل برادر. صدای مردم در همش. بله مقصد برادر. این همجا ما چی اختا همچون یک هموطن در بین، نه این طرف نه اون طرف. پیشنهاد هم می نویسم اینا انشالله ما زنده باشیم هفته که در پخش مستقیم هستیم. همون نمایشون رو گرفتی بیارشون یا که برو بفهمونشون بیان در پخش مستقیم که ما بفهمون و چی میخوان مردم بشنوه میشه. کم ترقینه و نه وایو دیدی خیلی خیلی نه یکون چی من نگفتم، این همه یک پیشنهاد عادی بود. دیدی خودت نمیفهمی یا که نمیفهمم. دشواره. مثلا من زنگ چند تا زنگشون میزنم پپاده نمیشم. من نمیدونم چه خیلی اما علاقات خطیب رویم. بعد در برنامه بعد دیگه پیشنهادی من همین که در همین برنامه ها صدای مردمش باشه، گروه 24 باشه، حق و باطل یا حزب نهضت، 100 120 130 هزار تماشابین. بعد برنامه بعد پیام افیر همونجا 4 5 هزار حزب محمد اقبال صدقی 10 هزار لایک میگیره. اصلا خلق لایک نمیمونن. و همین برنامه را که تماشا کردی همین معقولت نشد، نداره تماشا نکرد، معقولت کشید لایک بچه گو خیامو یک لایک های نمیدونم اخی از چی میترسن این مردم. این معامله که چه خیلی مردم تماشا بینو بسیار میشون اخی همین دستگیری کردن در کار. همین مقصد همین لایک که چه خیلی برنامه که بسیار کشیدن پخش کشید. انشالله که مردم بیدار میشه. مردم در چی و ترسیدگی که مقصد هم وابشه سختی بعد رحمان و ترساندگی خلقده. بله با میگن که بیم بخیزیم بریم تمام همه تیاره میگن. نه ولی مردم تیار شدگی نیست. اگر تیار ولی ممکن 5% تیار باشه. اتاک میگن که تیاریم 5% اگر تیار باشه کو لایک برادر. نمیمونن. این لایک که نموندن значит آیا تیار نیستن. ما تیار نیستیم значит هر برنامه 5 تا 15 20 هزار لایک گرفت. بعد همون تماشابین 150 هزار تماشابین دارن برنامه. میکی لایک نمیمونن. لایک برای چی نمیمونن؟ تماشا کردی دیدی کمی حقای اوکی لایک همون دیدی که با چلای دیزلایک شما نخوی همین نه نمیدونم اخی چی مردم های بفهمونیم که بفهمن که نمیدونم اخی چی بگم با. خب امی صحبت خطا پرچه کرده الهیده مونیم چه خیلی برادر در شبکه مردم بشنود. با جان تمام. مینادور میشتن جان. خداحافظ. در امان خدا برای کار شما دار. خداحافظ. خداحافظ. خب نگاه کنید هموطنان عزیز، ما شاید که چند تا نوارهایی که نوپرسیده قیچی کردم موندم.
اگر هر برادری که باشه راضی نباشه اوزش موندن یا که ما چیشه نواری پرچشه مرحمت بگم ما کور میکنیم. ما برای چی گپای خوب یا که پیشنهادهای خوبه میمونیم در رسانه هایی که در کانال صحیفه که دیگرها بشنون بیدار شون. برای همین من همین فکر دارم، نمیدونم دیگرها چی فکر دارن، فکر خود نمیگم. آخران زنگ بود التماس خواهش میکنم ای هموطنا که ما زیادی بس گپ زدیم. ما گفتیم 1 ساعت که ما قریب 2 ساعت زیاد گپ زدیم. آخران زنگ بود ان شاء الله خفه نمیشین. دیگر برادرها دیگر هموطنا هستید دوام میتونین که تماس بگیرین. خب برادرمون خیلی پیشنهاد کرده و دیگر هموطنایی که پیشنهاد کردن پیشنهادشون ان شاء الله به فایده ما و شما باشه. موضوع ما بود اویدی چاپلوسی یا که خطر چاپلوسی در جامعه. ما پیشنهاد کردیم با نویسنده شاعر با رسانه ها ان شاء الله که این کارا بکنین. این فایده برای خودتون داره. شما هم دعوای مسلمانی میکنین یه روز نه روز ایدنیو میگذارین. ما اگر همین بیماری همین چی بگیم که مرض همین بعدی را از مردم بیرون کنیم دور کنیم به حد ثوابه. کار خیره، یک کار خوب ایت باقی میمونه، عملی صالح. این بیماری چاپلوسی یک شرک، یک کفر، یک ریا، یک نفاق که بازودی انسان نمیروه. نوارها برای شما پیشنهاد کردیم، یعنی که یک نمونه الگو ان شاء الله که باور دارم تاثیر خودش میرسونه. تا هفته آینده خدای قادر یکتا نگهبان ما باشد. برای تماشا و وقت را گذراندن یا که صرف کردن در این برنامه همه شما منت داریم و تشکر خدمت میرسانم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.